سلام دوستان، وقتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاح رو یاد بگیریم. عرق کردن، عرق کردن. ترلمک، ترلمک به معنای عرق کردن. مثال رو نگاه کن. Dünkü maçta çok terledim ve sonra duş aldım. Dün به معنای دیروز، dünkü دیروزی، maçta، maç به معنای مسابقه، تا به معنای در، پسوند در هست. çok یعنی خیلی، ترلدیم یعنی خیلی عرق کردم، دی پسوند گذشته است. و سون را میگه و بعدش دوش به معنی همون دوش گرفتن، aldım و دوش گرفتم. میگه در مسابقه دیروزی خیلی عرق کردم و بعدش دوش گرفتم. نگاه کن کلشو. میگه dünkü maçta çok terledim ve sonra duş aldım. در مسابقه دیروزی خیلی عرق کردم و بعدش دوش گرفتم. اینم از اصطلاح امروزمون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که هستین.